بنده ناخدا حسین معرف در سال 1309 در رشت متولد شدم. دوران تحصیلات ابتداییم را تا کلاس 5 ابتدایی در رشت بودم. بعد خانواده من منتقل شدن آبادان، شرکت نفت. باقی تحصیلاتم را در آبادان در دبیرستان رازی آبادان تمام کردم. بعد دیپلم گرفتم. البته دیپلم اون موقع 5 علمی میدادن. بعد اینکه 5 علمی گرفتم، اونجا رشته تحصیلات ما یا ریاضی بود یا طبیعی بود یا ادبی و بنده رشته ریاضی را انتخاب کردم و بعد رفتم دیپلم ریاضی گرفتم. بعد از طرف شرکت نفت سال 1331 یا 32 زمان دکتر محمد مصدق بود، اینا دانشجو میخواستم بورسیه برای ناخدایی، چون ما کادر مرچنت نیوی نداشتیم به اون موقع. کادر مرچنت نیوی با نیوی فرق میکنه. نیوی نیرو دریاییه، مرچنت نیوی بحری بازرگانیه. ما بحری بازرگانی واقعا نداشتیم و اگر من بگم اولین فردی بودم که کادر مرچنت نیوی را تأسیس کردم، شما بپذیرید. بنده با مدت 8 سال 4 سال در دریا به عنوان ملوان کدت یا دانشجوی دریایی 4 سال رو کشتی‌های انگلیسی کار کردم. بعد رفتم دانشکده. بعدم تقریبا با مدت 4 سالم در انگلستان رشته‌های مختلف ناوبری را دیدم و بعد مدرک گرفتم، مدرک سکند میت یا افسر دومی اون موقع. بعد رفتم دریا مدت‌های مدیدی به عنوان افسر 2، بعد به عنوان چیف آفیسر یا افسر 1، بعد به عنوان فرمانده ناو کشتی نفتی. فقط من رو کشتی باری نبودم، که فقط کشتی نفتی بود. توی بحران جنگ بنده توی خلیج فارس کار کردم، یعنی روی واحدهای شناور روی سکه‌های نفتی رفت آمد می‌کردم تو اون بحران بسیار شدید فوق العاده. و به هر حال تا اونجایی که در قدرتم بود توان داشتم روی کشتی‌ها فرمانده بودم. 1360 بازنشسته شدم و از 60 تا حالا دیگه مشغول تدریسم. 15 سالش تو محمود آباد بودم، باقیش هم توی شرکت کشرابی. خود شرکت نفت درخواست کرد از من که برم دانشکده علوم در محمود آباد مازندران درس بدم و من قبول کردم. و با چی؟ به خاطر برای که من هدفم واقعا آموزش به جواناست، خدمت. واقعا رفتم دانشکده علوم در محمود آباد مازندران. اونجا برای افرادی که اونجا تازه اینا را گرفته بودن اینا درس دادم، ناوبری نجومی و کار با نقشه، که حالا همشون ناخدا هستن، همشون سمت‌های بالایی دارن. صادقانه خدمتتون عرض کنم که از وقتی که پامو گذاشتم تو دریا همیشه به فکر کشورم بودم، بتونم یه خدمتی به دانشجوها بکنم. من جالب خدمتتون عرض کنم 600 تا ناخدا من تا حالا آموزش دادم. من تمام بنادر دنیا، اروپا، آسیا، آفریقا، حتی استرالیا و زلاند نو که در کره جنوبیه، اونجا سفر کردم. اروپا، آمریکا، آفریقا، آسیا، همه اینجا را بنده رفتم. من صادقانه بگم 1-2 بارم اگر اغراق نباشه دور کره مسکونی ما رو گشتم با کشتی البته. و جالب خدمتتون عرض کنم بنده یه آقای مهندس دالکی، نمیدونم شما اسمش شنیدی، یعنی پدر نجوم ایرانه، و من یه عنوان ماژلان ایران داد. که آقای معرف صادقانه بگم که شما ماژلان ایران هستید.